هوشم همیشه جانب تو بند می شود. در من کسی شبیه تو مانند می شود. پشتی تمام خاطره هایم خودت ببین. نامم به نام عشق تو پسوند می شود. می بوسمت میانی همه شهر پیش من. هرگز نگو که نه نه هرچند می شود. وقتی لبت به خنده شود و قبول کن، زیباترین نمونه لبخند می شود. هر کس اگر کنار تو رد شد میان شهر، از عطر گیسوان تو خرسند می شود. پایان خط رسیدم و پیش از شبت بخیر، روحم، دلم، لبم به تو پیوند می شود. امروز ما شاعری همین شعر را در برنامه داریم. شاعری شعرهای دوست داشتنی، شاعری شعرهای عاشقانه. رادمهر سلیمانی. درود رادمهر، خوش آمدید به برنامه ما. صبح تازه، صبح روزی استراحت، صبح یکشنبه شما خوش و نورانی باد. سپاسگزارم. من سوره چشمان تو از بر کردم، پس عشق تو را بدیدم جا کردم. چیزی بجز از دل نبود هدیه خوب، دل دسته برای دل تو آوردم. بار دیگر درود به شما، به تمام بینندگان ارشد تلویزیون ولایت سوخت و به همه دوستان و پیوندان و عزیزان که همیشه مدیون و مشتاق و دوستدارشونم. صبح شما هم بخیر باد. پیش از همه خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید به وطن، چون تا جای میدانم مدت دور از وطن بوده. زنده باشه. تشکر که آمدنهای ما را دوباره استقبال گرفتید و همیشه مدیون لطف شما هستم. زنده باشید. خب چون در بالای یادآور شدیم که مدت چند از وطن دور بودید، خب همین دوری از وطن به ایجاد و شعر شما چگونه تاثیر گذاشت؟ دوری اگر با ما با مفهوم دوری نگاه کنیم، از همون وقتی از بطن مادر رها میگردیم الکی دوری خودش آغاز میگردد و این دوری ها گوناگون میشن و هیچ درد سخت‌تر از دوری از وطن نیست، از خانواده، از عزیزان نیست. و به همین خاطر برای ما همه دوری ها، همه فاصله ها، فکر کنم ما با اون فاصله ها، ما با اون دوری ها عادت میکنیم و کنار میبریم و سازش میکنیم. اما نمیشه دوری از وطن را با دوری از وطن سازش کرد یا که کنار آمد. و من فکر میکنم هیچ درد، هیچ غم بالاتر از غم دوری از وطن نیست. و هرچند که ما از آن سوی اقیانوس ها هم بدیم، اما همیشه دلمان، روحمان، وجودمان، هستیمان برای همین خاکدان، برای همین سرزمین مادری، دلمان برای همین مرز و بوم، برای همین زادگاه همون تپیش میکرد. چه چیز بیشتر گلبانی یادی شما را میگرفت یا که گلوی یاد شما را میگرفت در غربت؟ ببینید، انسان ها با سفرهای بزرگ، با جهانبینیشان، با جهانگردیشان، با گردشگریشان میتونن به تمام نوگانی ها و نوآفری ها و نوجویی ها و تازگی ها روبرو گردن. اما گاه وقت شما هیچ چیز، هیچ تازگی، هیچ زیبایی جای زیبایی وطن، زادگاه، دهه و همین جایی که ما به دنیا آمدیم رو نمیگیرد. در واقع یگانه کشیشه که، یگانه جاذبه که مرا به اینجا دوباره میخواند، همون صدای مادر، همون صدای کوچه های طفلی، همین وطن کوچکی ما بود، همین زادگاه بود، دیدار عزیزان و همه این چیزها بودن که آدم را دور از همه از اون شکوه و شامته که در دیگر جا هست میکشونن. حتی من جای گفته بودم که برای گرد کوچه های وطن، برای بوی گرد کوچه های وطن دلتنگ شدم. وقتی شما اینجا میبینید خودتان را راحت‌تر، خودتان را پر آرامش‌تر، خودتان را دگرگونه‌تر حس میکنید و همین است وطن، دیگر چیزی نیست. در یک شعرتون هم گفتید تا مسافر نشدم هیچ مسلمان نشدم.
یعنی بله. خیلی تربیت میکند. بله، این نگاه کنید وقتی شما دور از دادگاه، دور از گفتی لایق هست که در دهی خود برای سر جهان هم ساختن، وقتی شما از نقطه مدار اساسی خودتون که بیرون برآمده با حتما برمیگرده که این فلسفه حیات همین گونه است. شما هر جا که روید با دوباره یک نقطه برگشت دارد که این جهان گردگردان با شما رو به اینجا میبرد. جایی هست که چشم انتظار و انتظاری شما هم نه؟ مثلا حتما بله مادرم در پشت در چشم انتظارم مونده است. بله، این مثلا شما را هیچ کسی اگر که نخواند برای مادرتان، برای خانوادهتان، برای فرزندانتان، برای دوستانتان حتما می آید. اینجا می باید خمار میشکنید، یاد از لحظه های گذشته میکنید و دوباره به آغاز یک شکفتن میرسید. به نظر شما رادمهر، آیا واقعه های شخصی بیشتر به شعر تاثیر میگذارد یا وضع اجتماعی و فرهنگی جامعه؟ واقعه های شخصی در نتیجه مناسبت اطرافیان و در نتیجه اجتماعیات به وجود می بیاید و شاعر این هر دو را هماهنگ میکند و گاه می شود که شاعر دردهای شخصیش را آنگونه میگوید که برای تجمع، برای مردم درست میگیرد و گاه دردهای مردم را در خودش میگنجاند و این گونه مناسبت را حتما باید هر شاعر داشته باشد. گاه دردهای شما دردهای دیگران میشن و این دردها میشن دردهای مشترک. وقتی دردهای مشترک شدن دردهای اجتماعی میشن و این دردهای اجتماعی هم شما هم جزء از اون اجتماع هستید. شما با همان درد بیان میکنه. بله، با همان درد بیان میکنه. زبان شاعر زبان اجتماع هست. زبان هرچند به زبان شخصی خود سخن میگه اما به زبان اجتماع ترجمه میشود. شعر برای شما همچون یک وسیله بیان است یا اینکه برای تربیت روح خودتان میگوید؟ شعر برای من فراتر از بیان و فراتر از تربیت و فراتر از همه چیزی که در تصور ما می‌گنجد است. من لحظه به شعر زندگی کردن نمیتونم. به خاطر چی؟ به خاطر همین شعر است که می آید سراغ ما و ما را از تمام بنبست‌ها رها میکند و ما را همیشه نمیدونم به یک دنیای وارد میکند که ما گاه از غم ها دور میشیم و گاه با شادی ها رقص میکنیم و همین گونه یک حالتی عجیب و غریب دارد شعر. نمیشد هیچ کسی نآمده تا حال مفهومی درستی شعر را برای بشریت گوید. هر کسی می آید یک سیب را میچشد، همون احساس خودش را برای دیگران میگوید. این من فکر میکنم یگانه مفهومی که هیچ ترجمه ندارد، هیچ معنی خود را نمییابد همین شعر است و این بی‌معنایی چقدر معنا دارد تصور کنید. برای من هنوز هم نمیدونم که شعر چی است اما میگویم به همین وسیله آرامم و اون حالت ایجادی رو و اون حالت گفتن شعر را تنها شاعران اصیل درک میکنند. رادمهر، شما شعرهای نانوشته هم دارید؟ هست شعرهایی که مثلا در دل شما ماندند و تا مخاطب خودش رو پیدا نکند نمیتونه بگه؟ خیلی زیاد. شعرهای نگفته من در حسرتهای همه انسان ها نهفتند. شعرهای نگفته شعرهای هستند که انسان ها میخواهند در دنبال اون باشند، یعنی در دنبال خوشبختی. شعرهای نگفته از آغاز ادبیات تا هنوز و تا پساوندهای دیگر شعرهای نگفته بسیارند. اونها را نمیشود کشف کرد، اونها را نمیشود دید، اونها را نمیشود نوشت. شما حسرت گفتید رادمهر، چه حسرتی در دل داره؟ تو نپرسه، من هم به گفته حضرت الهی حسرت های ما، هیچ انسان بدون حسرت وجود ندارد. گاهی یک واقعه، یک حادثه میشد که شما در اون حالت نمیتونید از عهده اون برایید، اما زمان میشد که شما همه چی دارید و
در کنج، در خلوت، در خاموشی درون منشینید و حسرت اون لحظه ها رو میخورید که و میگه که کاش میتوانستم اون چیز تغییر بدیم، اون چیز درست، کاش اون چیز رو در وقتش اجرا میکردم. این حسرت ها لذت امروزی شما رو از میان نمیبرد؟ نه، نگاه کنید، این حسرت ها نمک زندگی هستند. شما به این حسرت ها میتونید آینده ها رو با تغییر بدهید. اون چیزی که در گذشته ها رخ میدهد، اون چیز، مثلا شما زمانی بود که حسرت یک خریدن قلم داشتید، اما امروز شما میتونید یک کارگاه قلم سازی را بله بنیاد کنید. اما اون وقت نبود. بله. این حسرت ها ساده گرفته میشوند، اما خیلی حسرت های بزرگ هستند. هر شکست، هر افتادگی، هر حسرت، هر ناتوانی برای آینده مثل یک تجربه بزرگ است که توسط اون تجربه میتوانی جبران کنی گذشته ها. و همین حادثه هایی که در زندگی رخ میدهند، چی خوب چی بد، برای آینده یک تجربه هستند و برای آینده یک جبران هستند که تو میتوانی به آسانی که ذره از رنج کنی و همه خواسته هایت برسی. منظور از شعرهای نانوشته اتان همین واقعه هاست یا خیر؟ نه، این واقعه تنها این واقعه نمیتونند مستاق شعرهای نانوشته باشن. هزاران حادثه و من در بالا گفتم من هنوز نمیدونم شعر چی است، اما میگوییم چه چیزی میآید جاری میشود و ما اون شعر رو میگوییم. بیاید یک شعر شما رو میشنویم. امشب شب حضور تو را داستان کنم، دل را نثار مقدم تو پرنیان کنم. امشب غزل نویسم از اعماق سینه‌ام، ناگفته های تلخ دلم را بیان کنم. شامی که عطر و نغمه دیدار آورد، شامی که عطر و نغمه دیدار آورد، هر لحظه تحفه از گل سرخ ارمغان کنم. لبخند زن که مست دو چال رخ تو ام، لبخند زن که مست دو چال رخ تو ام، آهین جنونی خیش چگونه عیان کنم. شمع نهم بر روی تراوت نشین میز، تا راز عشق در دل شب بر زبان کنم. هرچند پیر و خسته شدم در مسیر عمر، هرچند پیر و خسته شدم در مسیر عمر، چون کودک به شوق تو خود را جوان کنم. یک لحظه از جهنم دنیا گریزم و پشتی بهشت چشم تو خود را نهان کنم. زنده باشه. در اکثر شعرهای شما واژه آینه بیشتر استفاده برده میشه. با گفتن آینه شما برای خواننده چه چیز را نشان دادنیه؟ آینه نام دیگری مردان است یا انسان هاست. آینه یگانه وسیله است که میتوانی کمبودهایت را ببینی و تغییر آن کمبودها کنی. آینه در نماد راستی و نماد آزادگی و نماد پاکی است و این نمادها گاه مرادف به حقیقت و واقعیت هاست و من در پسی واژه آینه گاه خودم را، گاه مخاطب را میبینم و گاه میتوانم به واسطه آینه حقیقت ها را گفت، چون یگانه وسیله که میتوان انسان را با خودش روبرو کرد، پیوست کرد، تنها آینه است و شما میتونید با صدای خود روبروی آینه بیاید و تمام ناگفته ها و گاه قهرها و گاه رنج ها و گاه شادی ها و گاه لبخند هایتان را بگوید و بزنید و بگیرید که نتیجهش می شود پاسخ یا یک جواب خاموش. زنده باشید. رادمهر، ما یک بخشی کوتاه داره، بخشی چراها. بله. خود به قبل بخشی سوال های کوتاه. خواهش میکنم کوتاه، موجز، اندیشه، نظرتون رو بیان میکنید.
به اندیشه شما چرا انسان بیشتر از شکست می آموزد نه از پیروزی؟ شکست ها، هر شکست آغاز یک پیروزی است و شما تصور کنید که فلسفی راه گشتن کودک را یا روند راه گشتن یک کودک را هزار بار می افتد و دوباره تلاش راه گشتن میکند و همون شکست های ما از زمان کودکی شروع میشن، یعنی از زمان مرحله راه گشتن و تا همیشه و ابدیت ها هستیم در این دنیا ما به شکست ها روبرو میشه و همین شکست ها هستند که انسان رو مستحکم میکنند و به قول معروف که این حالت من امروزی و دیروزی نیست، من در رحم مادر خود مرد شدم. نگاه کنید وقتی که ما در رحم مادر خود هستیم این طرف اون طرف درد میکشیم، رنج میکشیم، تلاش میکنیم و به همین گونه کامل شدن میگیریم و همین دردها و همین رنجها و همین تپیدنها و همین پستی ها هستن که ما رو به بلندی، به رشد و روشنایی، به موفقیت میرسونند. اگر همه آدم ها یک فکر می داشتن آیا زندگی آسان‌تر میشد یا به قول دلگیر کننده؟ من فکر میکنم که انسان ها باید همیشه پیش از آن که هم فکر باشن هم دل باشن، هم اندیش باشن. وقتی شما هم اندیش میشید همه جا گل شکوفان میشد، همه جا زیبا به نظر میرسد. من فکر میکنم که انسان ها پیش از هم دل باشن، یعنی همدلی، هماهنگی، همیت، همدیگر پذیری زمانی که در میان ما نباشد ما به تمام کمبودی ها، ما به تمام بدبختی ها روبرو میشیم و همین همدلی و همگرایی است که ما را نگاه میدارد و زندگی را زیباتر نگاه میدارد. وقتی در زیر یک سقف همراه خانواده‌تان زندگی میکنید، همراه فرزنداتان، همراه عائلتان زندگی میکنید، در اون خانه همدلی نباشد، هم فکری نباشد، هم اندیشی نباشد، همیت نباشد، اون خانواده پریشان است. بله. اون خانواده همیشه درگیری ماجراها است. باید انسان تنها مخلوق، تنها موجودی هست که فرقش از دیگر حیوانات و دیگر مخلوقاتی که در عالم طبیعت هست همین همدلی است، همین اندیشه ورزیدن است. تنها انسان است که می آید با اندیشه ها کنار و تدبیر می جوید و همین انسان است که امروز تکنولوژی تا اوج کیهان برآمده ایستاده است و همین همش نتیجه همزیستی، هم اندیشی، هم فکری، هم دلی بود. آیا محبت حقیقی است یا ساخته مغزی سر؟ یا احساس است که این مغزی سر ما میسازد این چیزا؟ زمانی که انسان به اندیشیدن، به فکر کردن آغاز کرد، در کنار فکر کردن با وجود تجربه ها عشق ورزیدن و محبت کردن و صمیمیت و احترام و دوستداری را هم در خود گرفت. ما فکر میکنیم که تنها انسان ها با محبتن، نه. تنها انسان ها موجودی ارشدن، نه. تنها انسان ها عشق می‌ورزند، نه. زیباترین عشق ورزی، زیباترین محبت در قوها هست، زیباترین صادق بودن در گرگه ها هست، مهربانی و هوشمندی در دلفین ها هست. حتی در تنها انسان ها هستند که سوگواری میگیرند برای گذشتهانشان اشک می‌ریزند، نه. فیل ها 40 روز و 40 شبانه روز برای یک فیل دیگر سوگواری میگیرند. یعنی ما همه موجودات روی دنیا با هم پیوست هستیم و این ما نیستیم که محبت را به دیگران آموختیم، این ما هستیم که محبت را از دیگران، از دیگر موجودات آموختیم و فکر نمی کنم که محبت تنها مال انسان ها باشد. آیا دوستی جاودانه است؟ من فکر میکنم برای انسان های واقعی جاودانه است، چون که دوستی اگر دوستی مادرانه باشد، دوستی دوستانه باشد، دوستی برادرانه و عزیزانه باشد، این دوستی ها جاودانه هستند و به قول بیدل که اگر دوستان یک جهت باشند، بیدل میگوید که دوستان یک جهت را دور گشتن باک نیست، آب اگر 100 پاره گردد باز با هم آشناست.
و همین دوستان باید یک جهت و دوستانی وجودی آبی داشته باشند. مثلا آب را شما که در گرما میموند میجوشد و در سردی میموند یخ میزند، اما ترکیب وجود همون وجود یک جهتی آب است. چرا حقیقت تلخ است؟ حقیقت تلخ نیست، پذیرفتنی حقیقت تلخ است. بله. وقت حقیقت در همه دنیا حقیقت وجود دارد، در همه جا حقیقت هست، اما پذیرفتنی حقیقت گاه وقتها سخت است، به خاطر اینکه انسان ها گاه وقت نمیخواهند بر روی دیگران حقیقت را بکشند، زیرا در اینجا منفعت های شخصی و نمیدونم چه چیزهای دیگری هست که نمیگذاریم که ما برای همدیگر حقیقت را بگوییم. چرا آدمان بیشتر به لحظه های غم انگیز میپیچند؟ یعنی که همیشه خاطرات غم انگیز رو به یاد میارن، خاطرات خوب رو کم ما یاد میاره. جنسی ذهن ما همین گونه است. مثلا شما وقتی که در بیرون یک حادثه می شود یا جای یک توی رفته ایستاده است، یک جای شادی رفته ایستاده است، مردم بیشتر به اون حادثه، ذهن ما بیشتر به اون حادثه رو میاره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ذهن ما ماجراجو هست. مثلا میگه چی شد فلان، چگونه این حادثه رخ داد، چگونه بعد اون نفر چی شد، در داخل ماشین چند نفر بود، این گونه پرسش ها به وجود میاد. یعنی ذهن ما ماجراجو هست، ذهن ما همیشه دنبال پرابلم هست، دنبال چیزهای هست که گرایش به منفی دارن. اما هیچ کس نمیگه که چه در اون خانه بالا توی است که رقص کرد، یکی خرسنده کرد، بعد چی شد، بعد این گونه سوال ها نیست. اما یک کس اگر گذرد، یک حادثه ناخوش رخ دهد، ذهن ما در حال تمایل به اون طرف میکنه که حتی گاه سوال هایی به وجود میاد که خود انسان شاکی میشه، خود این هم حیران میشه که این سوال ها رو من از کجا پیدا کردم. چرا ما در تنهایی اشک میریزیم؟ چون که تنهایی یگانه حالتی هست که انسان میتونه به خودش روبرو بیاد. من هنوز نمیدونم چرا من در تنهایی اشک میریزم، اما هر گاهی که تنها شدم یاد از چیزی کنم اشک میریزم و همین حالت رو من نمیدونم هنوزم، اما میدونم که در تنهایی با خودت روبرو میشی و مجبوری که حرف زنی به خودت و گاه اشک ریزی، گاه بخندی و گاه همه چیز را با هم بزنی. یعنی کسی نمیگه که مردها نمیگیرن؟ نه، مردها میگیرن، مردها سخت‌تر از زنها میگیرن. چرا درد دیگران ما رو بیشتر از درد خودمون رنج میدهد؟ به خاطر اینکه ما گاه وقت همه را دوست می‌داریم غیر از خودمون، و زمانی که اگر ما خودمون رو دوست داریم، این دردها هم دردهای خودمون هم دردهای دیگران مشترک میشن و ما کوشش میکنیم که ما انسان‌هایی هستیم که مهرطلبیم و کوشش میکنیم که نشان بدهیم، حرکت کنیم که دیگران رو دوست می‌داریم، دیگران رو به حرف دیگران گوش میدهیم و همین گونه طبیعت انسان همین گونه است. تشکر. آیا علم جواب همه سوال هاست یا سوال های نو تولید میکنه؟ علم، من فکر میکنم در زمان کنونی انسان های مدرن با پرابلم های مدرن روبرو میشن و علم میآید روی عقل، میآید روی همه نقل ها پا میگذارد و انسان های امروزی و بعدی انسان های عقل محور میشوند نه نقل محور، چون که امروز علم و عقل آمده تمامی نقل ها را برهم زد و این همه تازگی ها و نو جویی ها و نوکاری ها را تنها توسط عقل سالم و علم به وجود آوردن. من فکر میکنم علم فراتر از همه باورها و همه اعتقاد هاست. خوش آمده. تشکر زیاد. چه سخنی ناگفته، چه پیامی برای بیننده های عزیزی ما دارد در انتهای صحبت؟ من در انتها میخواهم یک غزل دیگر برای بیننده ها و برای خود شما ارائه کرده باشم. نشنم. روبروی آینه یک قهوه و دو نخ سیگار، میکشم از عمق دل آه برای روزگار، روزگاری که پر از افسانه های پوچ و تلخ خسته می سازد مرا با لحظه های ناگوار. می دوم دنبال رویاهای بی‌ته روز و شب، جای گل می شوم در جای خار. از خودم گاه خوشم
اصلا نمی آید ولی برگ می میرد ببین آهسته دور از شاخسار. لطفاً از سیلی دست سرنوشتی خود مرنج، می رسد روز به گوشت نغمه های نوبهار. باورم کن اهل اندرز و نصیحت نیستم، نقطه دارم اگر خواهی به یاد خود سپار. خلاص این که جز خودت بر هیچ کس باور مکن، جز خودت اصلا مجو پیغمبر و پروردگار. این جماعت پیش راحت سنگ میگیرند لیک پشت راحت میروند و میکنند سنگسار. چمچه بر استکان چای هر ناکس نشو، خندشان چون آب گردد میگذارندت کنار. زندگی بود استادم، درس ها آموختم، درس های خوب و شیرین، درس های بشمار. آخرین دم روبروی آینه می ایستم و میگذارم نامه هایم را به رسم یادگار. این همه حرف و هجا منظورم اینجا روشن است: عشق، لبخند، آرزو، امید ماند ماندگار. سپاس. خوش آمده دوستانی به نهایت عزیز. صحبت داشتیم با شاعری جوان، خوش سخن، خوش قلم، رادمهر سلیمانی. بخشای دیگری برنامه ما در پیش از ما همراه باشید.